امشب ببینم از شادی مستی، ببینم رو قله دنیا نشستی. نوش جونت نوش جونت. سلام، فرشید امین هستم. جام زندگی نوش جونت. تحصیلاتم رو در انگلستان شروع کردم، دبستان، دبیرستان و دانشگاه در انگلستان اینجا درس خوندم و در رشته ریاضی دیگری متمتیکال ساینسز رو گرفتم و از دانشگاه برادفورد در شمال انگلستان فارغ التحصیل شدم. تو چشم من نگاه نکن، آب میشه قلبم تو سینه، اسم منو صدا نکن، بذار دلم آروم بگیره. من از سن 5 سالگی علاقه پیدا کردم به خوانندگی و پرفورمنس و چیزهای اینجوری و در اون زمان هم وقتی که مهمونی و اینجور چیزا بود همیشه از من میخواستن که پرفورم بکنم، آهنگ بخونم، اینجور چیزا. بعدها سالها بعد وقتی که به انگلستان رفتم شروع کردم آهنگای انگلیسی نوشتن و از اونجا دیگه شروع کردم با بندهای انگلیسی و با موزیکای خارجی کار کردن تا اینکه به آمریکا اومدم و اون کار رو ادامه دادم با یه بندی به نام Fear of Man در شرق آمریکا و با کسایی مثل بلاندی، جولیان لنن که پسر جان لنن هست، گروه تاکینگ هدز و اشخاص اینجوری تور میرفتیم در اون زمان تا اینکه در سال 1999 آهنگ نسترن رو نوشتم و وارد موسیقی ایرانی شدم. نسترن وقتی میخندی یه دروغی تو چشاماته، نمیگی اما میبینم دل دیگری باهاته. وقتی که شروع کردم به فعالیت در موسیقی ایرانی و ترانه هایی رو که می نوشتم از روز اول مثل الهی شد و مثل نسترن یه ستایلی برای خودش پیدا کرد که استایل خودم شد و بعد از یه مدت دیگه خواننده های دیگه یا دست‌اندرکاران دنیای موسیقی به من میگفتن یه ترانه اونجوری یا یه آهنگ اونجوری میخوایم برای ما بسازی تو ستایل خوده. و وقتی که این ستایل رو شروع کردم واقعا خودم هنوز نمیدونستم که برای خودش یک کاتگوری خودش رو داره و خواهد داشت. من فقط داشتم در اون زمان اونجوری که ترانه بهم الهام میشد یا آهنگ بهم الهام میشد ترانه و آهنگ مینوشتم. ولی دیگه بعد از اون که شروع کردم این کار رو و دیدم که توی مسیری شروع کردم به جلو رفتن، دیگه خودم رو کم کم پیدا کردم، اون ستایل خودم رو پیدا کردم و دیگه تمام ترانه ها و آهنگاری که نوشتم تقریبا تو همون ستایل ها بود که بیشتر استایل های انرژی یا پر از انرژی و ترانه های اینجوری بود. عزیزم بگو برمیگردی، دور نریز عشق به این قشنگی. عزیزم بگو برمیگردی، تا کی میخوای با دل من بجنگی. اما در سال 2000 به لس آنجلس اومدم و مقیم اینجا شدم و دیگه در این 10 سال فعالیتم رو در موسیقی ایرانی دنبال کردم. غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده، شب اومد به تموم پیکرم زد سپیده. نه یه شب نه دو شب، هر شب و هر شب شب یلداست، نمیدونم خدا شب و واسه چی آفریده سپیده. اولین آلبومی بود به نام آوای من که همون آهنگ الهی شکر توش بود. بعد از اون آلبوم بانو رو ارائه دادم که آهنگ نسترن، بانو اینا توی اون آلبوم اجرا شده بود. بعد یه آلبوم دیگه به نام دیدی گفتم در اومد و بعد از اون آلبوم ریمیکس بود که یه سری از آهنگای هیت قبلیمو ریمیکس کردم به علاوه یکی دو تا آهنگ جدید مثل سبز و سرخ و سفید. و بعد از اون هم آلبوم گرفتار که در اومد و 5مین آلبومم بود. در حال حاضر هم چندین
آهنگ به عنوان سینگل بیرون دادم، مثل فردا را چه دیدی، جام زندگی، حیف. اینا ترانه هایی هستن که به علاوه چندین ترانه جدید دیگه با هم مخلوط خواهند شد و امیدوارم که تا قبل از عید سال دیگه، عید ایرانی، بتونم اون آهنگ ها و اون آلبوم رو هم به بازار ارائه بدم به عنوان آلبوم ششم. ترانه نویسی، آهنگسازی واقعا عشق بزرگ زندگی من هستش. خیلی این کار رو دوست دارم، ولی از طرف دیگه هم من واقعا به میگن پیور پرفورمر، یعنی اصلا جام روی صحنه است و کسایی که منو لایو میبینن بیشتر تازه متوجه میشن نوع استایل کارمو و نوع خوانندگیمو، چون که استودیو به خصوص موزیکی که از لس آنجلس در میاد و اون موزیکی که من باهاش تا حالا اینوالو بودم در این چندین و چند ساله خیلی محدود میکنه کار یه خواننده مثل خود من رو. من از بچگی راک دوست داشتم، اونجور موزیک در خونم بوده و دوست دارم روی صحنه خیلی قوی اون ایفاگر و اون نقشه خواننده باشم، با اون حالت بتونم تحویل مردم بدم یه آهنگ رو. نسترن عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگه است و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن عشق من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این اداها چیه، تو دلت یک جای دیگه است و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. در کنار کارهای ایرانیم، از اونجایی که چند سال من ترانه ها و آهنگ های انگلیسی می نوشتم، خیلی از این کارها رو ضبط کرده بودم. نزدیک 30 تا 40 تا ترانه و آهنگ مختلف در این چند سال ضبط شده بود و بر حسب اتفاق یکی از پرودیوسرهای هالیوود چند تا از این آهنگای منو شنید به زبان انگلیسی و خیلی مورد پسندشون قرار گرفت و الان به تشویق خود همین اشخاص یه آلبومی رو تموم کردم، مجموعی از 10 تا آهنگ انگلیسی هستش، نوشته های خودمه و یکی دو تا از آهنگاش هم در مووی های مختلف، مثل یکی به نام Harsh Life of Veronica Lambert، یه مووی دیگه هست به نام Slip and Fall. در این مووی ها دارم فعلا با این آهنگا بازی میکنن که ببینم کجای این مووی ها میتونن اینها رو جا بدن توی این فیلم ها. این آلبوم هم تا فکر میکنم کریسمس همین امسال دیگه کم کم تموم بشه و تا اوایل سال آینده به بازار بیاد. Dear Ma, tell Pa, it's alright and I'll be okay. They say the troops are coming back home, change is just a stone's throw away. I know when it's finally time to go, I will hear. ترانه Pray With Me یه آهنگی بودش که من این رو در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشته بودم و حزب دموکرات این آهنگ رو شنید و مورد پسندشون قرار گرفت و از من دعوت کردن که در یکی از ضیافت‌های شام ریاست جمهور شرکت کنم و در اون برنامه شرکت کنم و این آهنگ رو در اونجا براشون اجرا کنم که این اتفاق افتاد. و بعد از اون وزیر کشور خانم نانسی پلوسی وقتی که به لس آنجلس آمدن من رو دعوت کردن به یک ضیافت شامی که ایشون در اون حضور داشتن و در اونجا هم این آهنگ به علاوه آهنگ فریدم که یه آهنگ دیگه بود به نام آزادی که نوشته بودم اون رو هم در اونجا پخش کردم و اینها دست به دست هم داد تا رسید به اجرای سرود ملی آمریکا در مسابقات NBA در سان فرانسیسکو و بعد هم خوندن God Bless America در برنامه آقای شهردار برای ایناگوریشن ایشون در بیورلی هیلز در لس آنجلس. Something's got to change. Pray with me. Something's got to change. با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم، رافی بی که پرودیوسر این برنامه در شب نیویر خواهد بود در دریم پلس و به دنبال یک برنامه بزرگی در گلندر بودیم
تا رافی به من گفتش چرا این برنامه رو یک کم خودمونی‌تر و کوچیک‌تر نمیگیریم که یه حالت انوایرمنت خانوادگی داشته باشه در شب نیو ایر و یک کم هم کمتر هکتیک باشه نسبت به کنسرت هایی که الان داریم در اون شرکت میکنم. فکر کردم فکر بسیار خوبیه، به خاطر اینکه دوست داشتم شب نیو ایر رو یه جوری باشه که در کنار دوستان باشیم، در کنار هم باشیم، در گلندیل یه شبی باشه که من هم بتونم شما رو از نزدیک ببینم، فن ها رو از نزدیک ببینم و بتونم باتون ارتباط برقرار کنم، با هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم و یه شب پر از انرژی داشته باشیم، با هم بتونیم با هم دیگه شب نیو ایر رو سلبریت بکنیم. و بنابراین تصمیم گرفتیم که این برنامه رو در دریم پلس بندازیم و دیجی ترافیک هم اونجا هستش. اون شب بتونن در کنار ما آهنگ‌های ارمنی بسیار زیاد و زیبایی برای شما خواهد گذاشت. خود من هم که این برنامه پر از انرژی برای شما تدارک دیدم، دوست دارم با هم دیگه شب نیو ایر رو سلبریت بکنیم در کنار. قلبمو میشکافم برا دلت بخواد دلت نخواد، عشقمو میریزم به پا دلت بخواد دلت نخواد، دلت بخواد دلت نخواد، هرچی که دارم مال تو، عمر و دل و جونم فدات، دلت بخواد دلت نخواد. پس شب 31 در گلندیل در دریم پلس شماها رو میبینم از نزدیک. میخوام در کنار هم دیگه باشیم، در آغوش هم دیگه باشیم، یه شب پر از انرژی، پر از تحرک. See you there. از تو آسمون میگیرم میرم برات، از تو بهشت سیب سرخو میارم، خدا مگه بدش بیا من اونو برات میچیرم، قلبمو میشکافم برات دلت بخواد دلت نخواد، عشقمو میریزم به پا دلت بخواد دلت نخواد، دلت بخواد دلت نخواد، هرچی که دارم مال تو، عمر و دل و جونم فدات، دلت بخواد دلت نخواد.